اینکه هر روز دوست دختر مورد علاقت رو از داخل خشکشویی به جای لباس بکشی بیرون جذاب نیست؟ سلام، به چنل شمووی خوش اومدین. هاشیموتو یه مرد میان ساله که تو محله گینزا در توکیو زندگی میکنه. بعد از اینکه کارش رو از دست میده از لحاظ مالی به مشکل میخوره. یه روز صبح میره خشکشویی که لباساشو بشوره. بعد از اینکه لباساشو داخل خشککن میذاره آرزو میکنه که کاش یه قوطی آبجو داشت. بعدش یه چیزی داخل خشککن میفته و صدای بلندی میده. وقتی چک میکنه میبینه یه قوطی آبجو اون توه. اولش فکر میکنه شاید کسی جا گذاشته ولی گیج میشه وقتی میبینه آبجو خنکه. پیرمردی که اونجاست بهش میگه که این خشککن آرزوهای همه رو برآورده میکنه. هاشیموتو فکر میکنه پیرمرد دیوونه است و توجه نمیکنه. ولی مرد بهش نزدیک میشه و با جدیت میگه که راست میگه. بعد از اینکه پیرمرد میره هاشیموتو آبجو رو میخوره و منتظر تموم شدن شستشوی لباساش میشه. یه دختر وارد اتاق میشه و لباساشو میذاره تو ماشین. هاشیموتو تا حالا جرئت نکرده با کسی صحبت کنه. خجالت میکشه و میره یه طرف صندلی میشینه تا جا واسه دختره باشه. دختر کنارش میشینه و باهاش حرف میزنه. میگه چند باری هاشیموتو رو تو خشکشویی دیده و بهش علاقه داره، ولی هاشیموتو اصلا متوجه تلاش‌های دختره برای شروع مکالمه نمیشه. وقتی قوطی آبجو رو به سمت سطل آشغال پرت میکنه، قوطی میفته روی زمین. وقتی بلند میشه تا قوطی رو برداره، کاندو یعنی همون دختره شروع به گریه میکنه. هاشیموتو که معذب شده ازش میپرسه چی شده، که کاندو میگه برای 40 تا شرکت مصاحبه کرده ولی هیچ کدوم قبولش نکردن. هاشیموتو برای اینکه حالش بهتر بشه بهش میگه که خودش هم از کارش اخراج شده. میگه اینکه تونسته با این همه شرکت مسابقه کنه یعنی تجربه زیادی داره. دختره بعد از این حرفا به شرایطش جور دیگه ای نگاه میکنه و تشکر میکنه که با اینکه غریبه است بهش لطف کرده. بعد از خداحافظی هاشیموتو خوشحال برمیگرده خونه. شب مامانش بهش زنگ میزنه و میگه پدرش تو بیمارستان بستری شده. 300,000 ین نیاز دارن واسه پرداخت هزینه‌های بیمارستان. هاشیموتو که نه کار داره نه پسنداز قول میده که پولو بفرسته و به زودی بره دیدنشون. صبح فردا دوباره میره خشکشویی. تقریبا مطمئنه که پیرمرد دیروز بلوف میزده ولی باز هم میخواد امتحان کنه. جلوی خشککن وای میسه و 300,000 ین طلب میکنه. بعد از چند ثانیه میفهمه چقدر ایدهش مسخره است و میخواد بره که ناگهان یه دسته پول تو خشککن ظاهر میشه. هاشیموتو میارش بیرون. هنوز باورش نمیشه که واقعا جواب داده. دقیقاً همون مقداری که خواسته بود تو دست است. وقتی میخواد با پول بره میبینه قوطی آبجو داره غیب میشه. پیرمرد بهش میگه چیزایی که از خشککن میگیره بعد از یه روز غیب میشن، پس باید مراقب باشه. هاشیموتو تشکر میکنه و سری میره بیرون. همون لحظه دوباره با کاندو روبرو میشه. کاندو بهش میگه که برای اولین بار تو زندگیش برای مصاحبه دوم دعوت شده. هاشیموتو بهش تبریک میگه و همون موقع دوباره مامانش زنگ میزنه. کاندو متوجه میشه که پدر هاشیموتو مریضه. بعد از کمی صحبت هاشیموتو سری میره تا پول رو قبل از غیب شدن بفرسته براشون. بعد از اون دوباره به خشکشویی برمیگرده. حالا تصمیم گرفته از این ماشین برای حل همه مشکلاتش استفاده کنه. این دفعه یک کت شلوار شیک میخواد که برای مسابقه کاری بپوشه. تمام روز مصاحبه میکنه ولی وقتی برمیگرده خونه نامه‌هایی از شرکت‌ها میگیره که قبول نشده. کت و شلوارم جلوی چشماش غیب میشه. شاید باید آرزوی یه پیشنهاد شغلی میکرد. بعد از این شکست هاشیموتو متوجه میشه حالا که منبع پولی بی‌نهایت داره نباید وقتشو برای پیدا کردن کار هدر بده. به جاش باید از زندگی لذت ببره. پس صبح فردا مطمئن میشه که هیچ کس اونجا نیست و آرزوی یه دختر خوشگل و جذاب میکنه که همه بهش حسودی کنن، مثل مدل ها. یه دختر از خشککن بیرون میاد که هاشیموتو رو از زیباییش خیره میکنه. هاشیموتو نزدیک میشه و ازش میخواد که باهاش بیاد خونه، ولی دختر محکم میزنه تو گوشش و میگه خیلی پررو بوده برای اولین قرار. هاشیموتو حتی با جادو هم نمیتونه به خواستش برسه. دختر میره و هاشیموتو مبهوت میمونه. بعد از اینکه از اشتباهش درس میگیره این دفعه یه دوست دختر شیرین و مهربون میخواد که خوشگل باشه و خیلی عاشقش باشه. یه دختر خوشگل با همین ویژگی از خشککن میاد بیرون و با هیجان قبول میکنه که باهاش بره بیرون، که باعث میشه هاشیموتو خیالش راحت بشه. هاشیموتو دختره رو میبره خرید و با پولی که از خشککن گرفته هر چیزی که میخواد براش میخره. معلوم میشه که آدمایی که خشککن درست میکنه خودشون نمیدونن از کجا اومدن و فکر میکنن که آدمای واقعی هستن. آخر شب هاشیموتو دوست دختر جدیدش رو میبره خونه‌اش. با اینکه میترسه خیلی نزدیک بشه تصمیم میگیرن کل شب رو با هم حرف بزنن. دختره به کف دست هاشیموتو نگاه میکنه و میگه عمرش خیلی کوتاهه. هاشیموتو جا میخوره ولی بیخیال میشه. صبح که میشه بالاخره جرأت پیدا میکنه که بره و دختره رو ببوسه، ولی درست قبل از اینکه لباشون به هم برسه دختره غیب میشه.
فقط لباسا و جواهراتی که براش خریده باقی میمونه. هاشیموتو حس میکنه یه رابطه خاص با این دختر داره، ولی ناراحت نمیشه چون میدونه که میتونه هر روز یه دوست دختر جدید داشته باشه. از اون روز به بعد هر صبح میاد خوشگویی و یه دوست دختر جدید با شخصیت متفاوت میگیره. اونا رو میبره قرارای لوکس و با پول خوشگون براشون جواهرات گرون قیمت میخره. زندگی کاملا به کامشه با این منبع بی‌نهایت. یه روز وقتی با یکی از دوست دختراش تو قرار بود، کاندو میبینتش، حسودی میکنه و کنجکاو دنبالشون میره تا یه مغازه جواهرات. وقتی میبینه هاشیموتو داره برای دختری یه حلقه گرون قیمت میخره، حسابی عصبانی میشه. نمیفهمه هاشیموتو چطور تو چند روز اینقدر پولدار شده. اون شب وقتی هاشیموتو دوباره میره خوشویی، کاندو سر راهش قرار میگیره و ازش درباره پول میپرسه. هاشیموتو میگه که توی لاتاری برنده شده. کاندو هم میفهمه که با دختری که دیده بوده رابطه داره. کاندو فکر میکنه که اون دختره داره هاشیموتو رو خراب میکنه و ازش فقط برای پولش استفاده میکنه. هاشیموتویی که کاندو دوست داشت دیگه اون آدم نیست. هاشیموتو حرفاشو نادیده میگیره و با یه دسته پول دیگه از اونجا میره. بعد از این برخورد هاشیموتو یه قرار دیگه میذاره، این دفعه توی یه رستوران لوکس. دوست دختر جدیدشو میبره روی پشت بوم و یه حلقه بهش میده و میگه که عاشقشه. بعد از چند دقیقه دختره هم غیب میشه، فقط حلقش میمونه. طبق معمول هاشیموتو حلقه رو نگه میداره و روزشو ادامه میده. حالا که تا الان فقط دخترای معصوم خواسته بود، تصمیم میگیره یه بار متفاوت باشه و از خوشگون یه دختر وسوسه‌گر بخواد. یه دختر سکسی و پرجذبه از خوشگون بیرون میاد و هاشیموتو رو حسابی دستپاچه میکنه. همین موقع که داشتن لاس میزدن، کاندو پیداش میشه و اونا رو دید میزنه. میبینه که هاشیموتو چندین حلقه به دختره میده، حلقایی که تا حالا جمع کرده بود. مامان هاشیموتو بهش زنگ میزنه و هاشیموتو از دختره میخواد یه لحظه ساکت باشه، ولی اون توجه نمیکنه. هاشیموتو مجبور میشه از اتاق بره بیرون تا جواب مامانشو بده. کاندو از فرصت استفاده میکنه تا با دختره حرف بزنه و بپرسه که چی سر هاشیموتو قدیمی آورده. وقتی دختره بهش میخنده و میگه برو پی کارت، کاندو عصبانی میشه و سعی میکنه حلقای دختره رو ازش بگیره. در همین حین هاشیموتو با مامانش صحبت میکنه. مامانش بهش میگه که پدرش احتمالاً باید عمل بشه و اونا بیشتر از پول به حضور هاشیموتو نیاز دارن، ولی اون اینقدر سرگرم دوست دختراشه که اصلا به خانواده‌اش توجهی نداره. بعد از تماس پیرمرد خوشویی با هاشیموتو نزدیک میشه و بهش میگه که یک چیز مهم درباره خوشگون رو فراموش کرده که بهش بگه. میگه کسی که از خوشگون بیرون میاد یه روز دیگه غیب میشه. هاشیموتو بهش میخنده و میگه اینو که میدونسته. داخل اتاق دختر جدید و کاندو هنوز درگیرن که در نهایت دختر میره و فکر میکنه هاشیموتو داره بهش خیانت میکنه. هاشیموتو برمیگرده و کاندو رو میبینه که داره گریه میکنه و آرزو میکنه که کاش هاشیموتو دوباره به اون آدمی که چند روز پیش دیده بود تبدیل بشه. به خاطر این آرزو هاشیموتو داخل خوشگون ناپدید میشه و لباسش هم به همون چیزی که وقتی اولین بار با کاندو ملاقات کرده بود تغییر میکنه. اون خیلی زود میفهمه که خوشگون آرزوی کاندو رو برآورده کرده و حالا که از خوشگون بیرون اومده فقط یه روز دیگه وقت داره. هاشیموتو روی زمین میفته و کاندو با گیجی بهش نگاه میکنه. تو تلویزیون هم خبر از دزدیده شدن هزاران ین از یه مغازه جواهرات پخش میشه. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید.